He is here, behind this revolution. Not just spiritually, but physically. कुत्ता मर जाए तो अफसोस करते हैं, इंसान मर रहा है दुनिया में, जुमला नहीं निकलता इनके मुंह से। हुकूके बशर के अलमदार बने हुए हैं। हजारों बच्चों को यमन में मार दिया, फलस्तीन में मार दिया। हजारों बच्चों को यमन में मार दिया, फलस्तीन में मार दिया। The book was written 2,000 years ago in a prophecy by Eliyahu Navi, by Elijah. And it says that right before Mashiach is going to come, the Persian king rises up and destroys the entire world. اسرائیل امروز احساس خطر کرده. میدونی چرا؟ برای اینکه برادر من تو پیشگویی های اینا اونی که کارشون یه سره میکنه ما متاسفانه خوشبختانه که خوشبختانه امام صادق فرمود والله هم اهل قوم، اونی که میتونه مقدسون داره یعنی شیعن. خود یه ربطی به ایران داره دیگه. پرچم‌های سیاهی از خراسان به اهتزاز در میاد که چیزی نمیتونه از پیشروی آنها جلوگیری کنه تا اینکه در ایلیا منطقه در فلسطین فرود آید به استقلال بیاد. ما ملت شهادتی با لشکر خراسانی، ما ملت امام حسینی. ما این انقلاب رو چطور می‌بینید؟ علامه طباطبایی فرمود این انقلاب متصل می‌شود به انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام. آقای سید علی عزیز در زمان رهبری تو حجت ابن الاسدی ظهور خواهد کرد. راوی میگه از امام جواد پرسیدم آیا ممکن است در امر ظهور و در نشانه‌های حتمیه که 5 تاست. میگه تو همون نشانه‌های حتمیه من پرسیدم آیا ممکنه بدا صورت بگیره؟ حضرت فرمود بله ممکنه. یعنی سفیانی ظهور نکنه و خروج نکنه امام زمان بیاد. بله ممکنه. یکی از علما به نقل از رهبر انقلاب تعریف کرد. گفت از سفیانی پرسیدیم خروج سفیانی، میگه ایشون برگشت به ما گفتش که سفیانی آنطور که در روایات آمده دیگر اثر نخواهد کرد. گفتیم چطور؟ و خون شهدای مدافع حرم تغییر داد. خیلی چیز هذا سيد علي ناداك ايش تقول؟ داعش بيا معركة يقحمونه. سفیانی قرار بوده بیاد تو عراق و شام جنایت ها کنه، خیلی کارا قرار بوده بکنه. میگه رفتید جلو خون دادید، دیدم نه اهل اراده اید، تغییر دادم. دوست داری بندش اذیت کنم. कि अली के मानने वालों ने इस पूरे खित्ते के तवाज़ुन को अपने हाथ में ले लिया है. پرسیدیم آقا اینجا سفیانی این کار میکنه اینقدر این نشونا ایشون فرمود نه اینطور نیست. امام سجاد میفرماد اگر یک آیه در کتاب خدا نمی بود تمام آنچه را که تا آخر بود بهشان گفتن کدوم آیه؟ فرمود همین یمحو الله ما یشاء، چون هر لحظه خدا اراده کنه چیزی رو تغییر بده. فقلنا یا رسول الله
هل احد خیر منا، کسی از ما بهترم شما میشناسید؟ قال بلا قوم من امتی یأتون من بعدکم فیؤمنون بی، اون کسانی که ایمان به من میارن در حالی که من رو ندیدن، اینا از شما افضل. ज़माने का वली इस ज़माने का वली है, इस ज़माने का, उसे इसी ज़माने के सहाबी चाहिए, इस ज़माने के वक्त के इमाम को जाने मोहतरम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। खुशफहमी में मत रहे कि हम तो अल्लाह जल कहते थे, वो उस्ताद सच्चे जाफर आ गए तो क्या होगा। امام زمان رو دوست داری؟ چقدر دوست داری؟ راست میگی؟ عشق می‌ورزی بهشون؟ باید اینجوری بشاره؟ پس باید اونا رو تو اوج قدرت ببینی، تو اوج قدرت. رهبر انقلاب در دیدار صبح با سپاه از نیروهای مقاومت منطقه خواستند که از امام استقبال کنند و پروتکل بزرگی به ایشون فراهم کنند. A man has claimed to be the promised Mahdi and is on his way to Iraq in a large convoy of vehicles with over 300 of his companions. O kimdir? Ne vaxt gələcək? Sonuncu peyğəmbər gələndən sonra əhd olunmuş xilaskar da gələcək. Cahanda bir hükümət və ona hakimlik edən bir xilaskar olacaq. Bu ədaləti bütün dünyada bərqərar edəcək. Şübhəsiz ki, sonuncu peyğəmbəri və vəd olunmuşu görəcəksiniz. Salam. Mənim salamım olacaq.